بسیار دستاوردهای خطلان شناس شدیم، خصوصا از ناحیه‌های بلجوان، خوالینگ و خود باختر. امروز در ناحیه باختر قرار داریم. ما از منطقه صنعتی شهر باختر شناس شدیم و امروز واقعا هم در دوام 30 سال استقلالیت ولایت خطلان بسیار دستاوردهای هم از جهت صنعتی و دیگر اینفراستراکچورها خیلی رشد کرده ایستاده است. ما همکسبان از مثلا کارگاهی میبل بروری و کارکرد شیفر و وصل و نسل مثلا دوچرخه ها، جورابافی ها دیدن کردیم. می توان گفت که در دوام این 30 سال استقلالیت ولایت هم در برابر دیگر چیزها خیلی پیش رفته است. روزنامه خطلان چگونه؟ روزنامه خطلان هم به نظر ما خیلی پسند آمد. از جهت بندوبست روزنامه درج مثلا موضوع ها هم خیلی برای اهالی خیلی مفید هستند. در مجموع خیلی خوبه.